سلام، توی این ویدیو قراره بهتون بگیم که کریپتوکارنسی اصلا چی هست. کریپتو در واقع خلاصه شده عبارت کریپتوکارنسیه و کریپتوکارنسی از دو کلمه کریپتو به معنی رمز و کارنسی به معنی ارز تشکیل شده. در واقع میتونیم بگیم کریپتو ارزهایی هستن که با تکنیک رمزنگاری شده ساخته میشن. این عبارت در فارسی بیشتر با لغت رمز ارز شناخته میشه، اما به اون ارز دیجیتال یا ارز مجازی هم گفته میشه. ارز دیجیتال و ارز مجازی در واقع هر دو یک معنی رو میدن و به ارزهایی گفته میشن که در فضای دیجیتال به صورت مجازی ساخته میشن. با این تعریف میتونیم بگیم کریپتو یا همون کریپتوکارنسی هم جزو ارزهای دیجیتال به حساب میاد، با این تفاوت که نوع ساختشون با بقیه ارزهای دیجیتال متفاوته. بنابراین ارزهای دیجیتال یک مجموعه بزرگ از ارزهای مجازی هستند که کریپتو مربوط به همین مجموعه است. خیلی از این رمز ارزها از یک سیستم غیر متمرکز و توزیع شده برای تایید و ثبت تراکنش هاشون استفاده میکنن و ارزهای جدید هم در طی همین فرایند استخراج میشن. برای مشاهده آموزش‌های بیشتر در زمینه رمز ارز میتونید به سایت فناورانه که آدرسش این پایین هست مراجعه کنید و یا کلمه فناورانه رو در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید.